در نوار گذشته که درباره زنهایی که از شوهر اولشون طلاق نگرفته دیگر شوهر میکنند نکاحشان درست نیست گفتیم. سر و صداهای زیاد شد و در کامنتاری ها بسیار زنها گفتند که 6 ماه شوهر اگر نفقه نکند بین آنها طلاق میافتد کو. بیایید گرچنده ویدیو دراز شود هم یک تا به یک تا دلیل هایش را برایتان از قرآن و سنت ذکر میکنم. دلیل یکم از قرآن کریم الله تعالی در سوره احزاب آیه 49 چنین میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ای کسانی که ایمان آوردید هر وقت زنان مؤمنه را نکاح کرده میگیرید سپس طلاق میدهید آنها را. الله تعالی اینجا نکاح را و طلاق را نسبت به شوهر داد، یعنی وقت انسان نکاح میکند زوجه او میشود. ثم طلقتموهن، سپس وقت طلاق میدهید، یعنی طلاق در دست شوهر است. شوهر وقت طلاق میدهد نکاح آنها بریده میشود. در سوره بقره آیه 229 الله تعالی میگوید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق رجعی 2 مراتبه است. اگر سیوم طلاق که شد دیگر آنها فرصت ندارند. ببینید در یگان جای قرآن کریم 6 ماه نفقه نکند بین آنها جداگی میشود ذکر نشده است. همچنین در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: انما الطلاق لمن اخذ بالساقی. طلاق در دست آن نفری است که ساق پای زن را میگیرد، یعنی در دست شوهر است. و همچنین ابو حنیفه رحمت الله علیه زنی که شوهرش گم می شود گفتند که لا تتزوج حتی یأتیها خبر الطلاق او الوفات. شوهر کردن نمی تواند تا آن لحظه ای که خبر طلاق یا خبر مرگش به زن نرسد. خب روایت 6 ماهه در جای ما از کجا پیدا شده است؟ از عمر رضی الله عنه روایت شده است که عمر رضی الله عنه از حفصه دخترشان میپرسند که زن به شوهر خودش چقدر طاقت کرده میتواند. حفصه شرم میدارند و جواب نمیدهند. عمر که خلیفه بودند میگوید این برای قانونگذاری ضرور است، مهم است. حفصه میگویند از 4 ماه تا 6 ماه میتواند. سپس عمر رضی الله عنه قانون میبرند که هر کسی به جهاد میرود از 6 ماه زیاد خدمت نکند، بعد 6 ماه به نزد همسرش و خانواده اش برگرده. یعنی این قانون عمر رضی الله عنه تنها برای حربی بود، نه اینکه جدا شوی بین زن و شوهر از 6 ماه زیاد نفقه نکند یا دور باشد بین آنها طلاق می افتد. نه عمر گفتند و نه در یگان جا ذکر شده است. این بود دلیل ها از قرآن کریم و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم و اجماع صحابه های و علما. اکنون زن هایی که از شوهراتون شکایت میکنید، میگوید که وای نفقه نمیکند، وای طلاق هم نمیدهد، گم شده رفته است یا رسیه رفته است، دیگر جا رفته است، آنهایی که از شوهراتون شکایت میکنید، آخر طلاق با نفقه نکردن بین شما 6 ماه هم باشد 1 سال هم باشد نفقه نکند، اگر البته او گناهکار می شود، او گناهی بزرگ است. ما این رو در چندین ویدیوها و نوارها بیان کرده هستیم. آنها گناهکار می شوند. وقتی شوهرتون بالای شما نفقه نمی کند، بی اهمیتی می کند، سالهای دراز مثلا در مهاجرت است، نه می بیاید نزد شما، نه به شما نفقه می کند، نه طلاق شما رو می دهد، شما باید جد و جهد کنید، کوشش کنید، تلاش کنید برای حق و حقوق خودتان را به دست آوردن. یا اگر خواهید که جدا شوید شما باید تلاش کنید. بنابراین اهل علم، بعضی از اهل علم گفتند که مرد اگر نفقه نکند بالای زنش، مرد اگر برای زن خودش اهمیت نتیه، زن حق دارد که نزد قاضی رود شکایت کند و با واسطه قاضی چیکار کند؟ طلاق خود را به دست بیارد. اما گوید که 6 ماه برای من بالای من نفقه نکرد بین ما طلاق شد، نه، هرگز در شریعت در یگان جا چنین گپ وجود ندارد. و هر کسی که فتوا میدهد که با 6 ماه نفقه نکردن شوهر بین آنها طلاق می شود خطا است. این سخنش غلط است، ضد قرآن و سنت صحیح است. والله تعالی اعلم.